اومدن گفتن که آقا این چمن آزادی علت خرابیش اینه که اومدن برای اینکه صرفه‌جویی کنن توی آبیاریش، اومدن از دریاچه قایقرانی، دریاچه قایقرانی آزادی، گفتن اینجا آب برداریم بریزیم اینجا که این صرفه‌جویی کنیم توی آبیاریش. حالا این آب رو از دریاچه قایقرانی برداشتن ریختن اینجا. چمن آزادی متاسفانه به خاطر اینکه این آب کثیف بوده، پیف بو میداده، باکتری و قارچ و اینا زده و این خراب شده. حالا برای اینکه تعمیر بشه 60 میلیارد تومان هزینه تعمیر چمن آزادی، 6 ماه هم باید تعطیل شه کلا که چمن از اول بکنه. اوکی. حالا به نظر میاد اینجا جریان تمومه، ولی این شکلی نیست. ببینید دریاچه قایقرانی رو آبش کشیدن، سطح آب دریاچه قایقرانی اومده پایین، قایق‌های تیم ملی قایقرانی به گل نشسته و اینم باز یه هزینه‌ای داره برای اینکه اینو جبران کنه. خب 40 میلیارد تومان هم هزینه اینه. بعد گفتن خب ما 40 میلیارد که نمیدیم هیچ وقت، چنین پولی ما اصلا نداریم. اومدن از دریاچه چیتگر آب کشیدن بردن گذاشتن تو دریاچه قایقرانی که اختلاف سطح رو جبران کنه. خب اینم پشمشه داشته و حشره داشته، اینم پر شده از حشرات یک روزه و اینا، داغون شده. دریاچه قایقرانی هم داغون شده. 40 میلیارد رو بعد بدن 60 تا 40 تا 100 میلیارد تا حالا هزینه. آب اینو کشیدن، آب اینم کم شده سطحش. ماهیای این مردن، ماهیا مردن، بو گرفتن. پرنده هایی که اینجا بودن، این پرنده ها مردن. پرنده مرده، ماهی مرده، سطح آب دریاچه پایین، نمیتونن اصلا برآورد کنن که آقا این دیگه چقدر هزینه داره که اینو درست کنیم. همه اینها برای چی؟ برای اینکه 500 میلیون تومان صرفه‌جویی کنن توی آبیاری اینجا. مدیریت اینه.